ششم، کلمه رد کفر. ای پروردگارم، مرا نجات بده از آن چیزی که من شریک بگردانم همراه خودت و من به آن عالم و فهمیده باشم و از نزدت مغفرت همان گناه را می خواهم که از من بدون علمیت و دانایی یا سهوا شده باشد. من از همان گناه توبه کردم و من از کفر، شرک، غیبت، بدعت، شیطانی، فحشا، تهمت و از همه گناهان بیزارم و مطیع و فرمان بردار شدم و می گویم که نیست هیچ معبود برحق مگر بدون از الله جل جلاله و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رسول اوست.